ویدیو بعدی میونم ضبط شدن موجود ماورایی توسط دوربین خبرنگار، اونم تو برنامه پخش زنده. این ویدیو مربوط میشه به آوریل سال 2011 در یک کانال انگلیسی که داشت پوشش خبری پخش زنده رو اجرا میکرد. یه سایه تاریکی توسط دوربین خبرنگار ضبط میشه و از اون موقع بسیاری از مردم دنیا هنوزم که هنوزه واقعا نفهمیدن که این سایه متعلق به چه چیزی بوده. حتی در اطراف اونجا هیچ ماشین و انسانی یا هیچ حیوانی رد نمیشد که بشه گفت بله سایه اوناست.